دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد ماهی راشکو براتون بگم. من ابتدا سوالات مهمی که در مورد این ماهی هست رو طرح میکنم و در ادامه به پاسخ دادن به اون سوالات میپردازم. اسامی ماهی راشکو چیست؟ به ماهی راشکو، راژگو، داگوگ، غزال، آهوی دریا، تاهر گفته میشه. عرب‌های حاشیه خلیج فارس به راشکوهای زیر 500 گرم پره میگویند. ظاهر این ماهی چگونه است؟ ماهی راشکو از نظر ظاهری شبیه شوریده است، ولی دهانش مثل شوریده جلو نیست. دهان راشکو مایل به پایین است و دندانهای ریز و برنده و اره‌ای مانندی دارد. رنگ بدن راشکو سفید و ارغوانی است. این ماهی پلک سوم دارد که یک پرده ژلاتینی چشمهایش را پوشانده و یک زیبایی خاص به چشمانش داده است. تا حالا راشکو در چه وزنهایی صید شده است؟ راشکو با وزنهایی بین 100 گرم الی 11 کیلوگرم صید شده است. جایگاه این ماهی بین مردم خصوصا جنوب کجاست؟ راشکو بعد از حلواس سفید دومین ماهی مرغوب معروف و پرطرفدار. فصل صید و فراوانی این ماهی چه موقع است؟ ماهی راشکو در ماه‌های آبان تا اسفند ماه به فراوانی صید می شود و در باقی سال به صورت اتفاقی صید می شود. راه تشخیص تازگی ماهی راشکو چگونه است؟ برای تشخیص تازگی اول باید به آبشش ماهی نگاه کرد. رنگ آبشش این ماهی باید قرمز یا صورتی پررنگ یا کمرنگ باشد، ولی نباید به رنگ قهوه‌ای یا بیرنگ، یعنی رنگش رو از دست داده باشه. پولک‌های راشکو باید روی بدنش وجود داشته باشه، ولی اگر پولک‌هایش ریخته باشد میتوان گفت زمان زیادی از صید آن ماهی گذشته و کیفیت لازم رو ندارد. همچنین چشم‌های راشکو باید سالم و شفاف باشه. مزه گوشت راشکو چگونه است؟ مزه گوشت راشکو خاص و بسیار لذیذ است، چیزی نزدیک به مزه میگو. دلیل این شباهت طعمی شاید تغذیه ماهی راشکو باشد. تجربه نشان داده که بعد از تمیز کردن راشکو در شکمش جز میگو چیز دیگری نیست. این موضوع نشان میده که تغذیه این ماهی اکثراً از میگوها بوده و این تغذیه در طعم و مزه خوب ماهی تأثیرگذار است. ماهی راشکو رو چگونه طبخ کنیم؟ ماهی راشکو برای سرخ کردن، شکم‌پر و کباب مناسب است. حتی قلیه این ماهی هم خوب و خوشمزه می شود.